درود دوستان، وقت بخیر. دوستان خیلی از من سوال میپرسن که توی لوکیشن هایی که میریم چه پرنده هایی رو میشه دید. من به جای اینکه یکی یکی بهتون پاسخ بدم گفتم یه ویدئویی آماده کنم و بهتون بگم که چه چیزی رو باید دنبالش باشید. شما اول از همه اینجا سایت ایبرد رو سرچ میکنید، میرید توی ایبرد. امیدوارم که اینترنت یاری بکنه. بله، میرید توی قسمت اکسپلور و توی قسمت اکسپلور ریجن اینجا میتونید که لوکیشنتون رو سرچ بکنید، ولی کار راحت تر اینه که میان توی اکسپلور هات اسپاتس روی نقشه ایران هر لوکیشنی که خواستید رو سرچ میکنید. به فرض من حالا تهران رو میگم، شما هر لوکیشن دیگه رو میتونید سرچ بکنید، روی زوم بکنید، آپلود بشه. هات اسپات هایی که قبلا پرنده‌نگرها پرنده‌نگری کردن و ثبت کردن رو میتونید ببینید. به فرض ما میریم روی پارک پلیس. روی پارک پلیس یا هات اسپات اینجا هست، یا هات اسپات هم توی قسمت جنوبیش هست، ولی خب همونطور که میبینید اینجا با رنگ ها مشخص هست. بیشترین هات اسپات فعال روی قسمت شمالیش هست. روی اون میزنید، بهتون سری اطلاعات میده که 141 گونه تا حالا ثبت شده توی کل طول سال و دیتیل رو میزنیم ببینیم که داستان از چه قراره. اینجا آخرین ثبت ها رو بهتون نشون میده، عکس ها رو، ولی اینجا شما میتونید روی ریسنت چک لیست آخرین چک لیست ها رو مشاهده بکنید. حالا برای اینکه پرنده‌هایی که توی اون منطقه هستن رو ببینین، خب همونطور که میدونید خیلی مهمه که همون فصل و همون حدود تایمش رو ببینید که توی سالهای گذشته یا حتی همون اون سال چند روز قبلش چه کسی چه چیزی ثبت کرده. مثلا ما میخوایم که ببینیم سال پیش این موقع که 22 اپریل هست، حدود این موقع سال پیش چه گونه‌ای رکورد شده. میریم و حدود اپریل 22 اپریل 2024 رو پیدا میکنیم. اپریل 2024 میبینیم که حدودش 24 و 26 دوتا چک لیست هستش. ما این تعداد گونه‌های بیشتر رو که خانم سیمین منصوری ست کردن رو مثلا باز میکنیم و اینجا گونه‌هاشون رو میبینیم. تمام گونه‌هایی که ثبت شده رو میتونیم اینجا ببینیم. شما برای هر منطقه میتونید این کار رو انجام بدید که متوجه بشید چه گونه‌هایی توی اون منطقه حدود زمانی که شما هستید سالهای پیش ثبت شده. یکی از خوبی‌های ثبت ایبرد همینه که بقیه رو میتونید راهنماییشون بکنید. متشکرم از توجهتون.